ارزان‌ترین خودروهای بازار ایران. اگر بودجه حدود 300 میلیون دارید و نمیدونید چه خودرویی خریداری کنید، پس لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سلام سروران گرامی، من محمد طاهری، راهنما و کارشناس خرید خودرو از کانال کار پرشین، یک بار دیگه با یک ویدئوی 100% کاربردی و به درد بخور مهمان نگاه محبت آمیز شما خواهم بود. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید و با گذاردن لایک و کامنت و زدن زنگوله به شدت باعث دلگرمی ما بشید. در بررسی خرید خودروهایی با بودجه حدود 300 میلیون که در واقع کف قیمت خرید در سال 1402 برآورد شده، باید به عرضتون برسونم که در حال حاضر فقط یک خودروی 0 کیلومتر با این قدرت خرید وجود داره و بقیه انتخاب ها باید از میان دیگر خودروهای کارکرده انتخاب بشه. متاسفانه دوستان، در حال حاضر تنها خودروی 0 کیلومتری که با قیمتی معادل 290 میلیون توسط شرکت سایپا به بازار عرضه میشه پراید 151 یا همون پراید وانت 151 SE دنده‌ای مدل 1402 هست که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته و به تمام کسانی که به دنبال یک خودروی 0 کیلومتر اقتصادی و ارزان قیمت هستند تا در کنار سوار شدن بتونن به فعالیت‌های اقتصادی با اون همچون حمل و نقل بار در شرکت‌های پخش یا اسنپ بار بپردازند، به عنوان آخرین فرصت با توجه به رشد بی‌رویه تورم نرخ تولیدات داخلی خودرو به شدت به شما مصرف کننده عزیز پیشنهادش میکنم نمونید و دارای یک خودروی تولید داخل با کاربری سواری و فعالیت باربری و اقتصادی شده باشید. در غیر این صورت با توجه به بودجه 300 میلیونی اگه پراید 151 SE دنده‌ای یا همان پراید وانت رو رد میکنید، باید به سراغ دیگر تولیدات کارکرده داخلی برید و فکر خریداری خودروی صفر رو به کلی فراموش کنید. انتخاب بعدی در صورتی که بودجه شما حدود 350 میلیون تومان باشه، میتونید به خرید کویک دنده‌ای صفر که خودروی مدروز و مناسب و اقتصادی به شمار میره فکر کنید. شما میتونید مدل‌های کارکرده کویک دنده‌ای رو با توجه به سال تولید و مسافت طی کرده و سلامت فنی و بدنه با قیمتی حدود 280 تا 290 میلیون خریداری کنید. پراید 131 میتونه انتخاب یا آلترناتیو بعدیتون باشه که با توجه به اینکه چند سالی هم هست از خط تولید کنار گذاشته شده، ولی انواع مدل‌های کارکرده و تمیزش رو میتونیم در بازار با قیمت‌های معادل 250 تا 280 میلیون، حتی در حد صفرش رو هم با قیمتی معادل 300 میلیون مدل 99 رو انتخاب مناسبی من میدونم برای کسانی که بودجه 300 میلیونی رو در اختیار دارن. انواع مختلف پراید از جمله 111، 132 و 141 نیز دارای مدل‌های کارکرده فراوانی در بازار هستند. به نظر من با توجه به کیفیت پایین این محصول به سراغ مدل‌های خیلی فرسوده و قدیمی حتی الامکان نرید دوستان و به مدل‌های بالای 95 فکر کنید و آن هم فقط در پراید 131 بنزینی یا دوگانه سوز یافت میشه. یعنی در واقع مدل‌های بالای 95 رو ما فقط پراید 131 رو داریم که بالای 95 مدل هاش همچنان در بازار موجود هست و در دو نسخه دوگانه سوز و بنزینی میتونید اون یافت کنید. در بقیه مدل های پراید هم مدل های کارکرده هستن ولی اونها زیر مدل 98 هستند. مدل های پراید های 111، 132 و 141 همشون ماشین های خوب و اقتصادی هستن ولی مدل هاشون تنزل پیدا میکنه چون که خط تولیداشون مدت زیادیه که بسته شده. در حال حاضر فقط پراید صفری که ما میتونیم با بودجه حدود 300 میلیون خریداری کنیم همون پراید وانت 151 SE دنده‌ای که عرض کردم که در خط تولید تا سال 1402 وجود داشته و در واقع پراید 131 هم به عنوان بهترین مدل پراید تا اواخر سال 99 در خط تولید حضور داشته که اینها میتونن انتخاب‌های خوب و شایسته‌ای برای شما با این بودجه و با این انتخاب باشن. انتخاب بعدی باز هم محصولی از شرکت سایپاس با نام تیبا که در حال حاضر قیمت صفر این خودرو در مدل‌های ساده و دنده‌ایش بین 300 تا 320 میلیون عرضه میشه و اگر به قیمت کمتر از 300 میلیون فکر میکنید به سراغ مدل‌های کارکرده تیبای صندوقدار که قبل از مدل 1400 هستن برید که معمولاً قیمتی ما بین 270 الی 285 میلیون در دسترس شما بزرگواران قرار خواهد گرفت. تمام محصولات شرکت سایپا که نام بردیم با بودجه کف قیمت خودروی ایران قابل خریداری بودند
تولیدات اقتصادی و کم مصرفی هستند که با فراوانی لوازم یدکی و مکانیک با دستمزد مناسب و به لحاظ استهلاکی و خرابی فنی و موتوری بسیار در حد خوب و کم آزاری تلقی میشن. به نظر این حقیر پراید وانت 151 SE دنده‌ای خودروی 0 کیلومتر دارای خدمات گسترده و گارانتی بعد از فروشه و مناسب برای زوجهای تازه ازدواج کرده میتونه باشه که کم تعدادند و از اون میتونن در کنار استفاده شخصیشون به عنوان یک سرمایه گذاری اقتصادی و فعالیت کسب درآمدی به نظرم انتخاب درست و شایسته میتونه براشون باشه که هم یه خودروی صفر سوار میشن و به قول معروف خدمات و گارانتی گسترده داره، لوازم یدکی فراوان و دستمزد مکانیک بسیار ارزانتر و اینکه هم به این شکل هست که میتونن از اون در بخش اقتصادی و کسب درآمد استفاده کنن. در ادامه اگر از وانت پراید خوشتون نمیاد باید به ناچار به سراغ انتخاب‌های بعدی برید که معرفی کردم براتون. همشون هم خوبند و واقعیت اینه که متاسفانه رشد و تورم در بازار خودرو در چند سال اخیر بیداد کرده دوستان، که دلیل واضح اون به غیر از تحریم‌های خارجی و بالا رفتن مواد اولیه و قطعات وارداتی میتونیم به جلوگیری از ورود انواع خودروهای کارکرده و دست دوم خارجی اشاره کنیم که در واقع به دلایل مختلفی این مسئله سالهاست با توجه به اینکه لایحه‌اش از طرف مجلس محترم به هیئت دولت ابلاغ شده برای یک دوره 5 ساله ورود خودروهای کارکرده خارجی یا همون دست دوم به داخل بازارهای کشور که این تنش و افزایش قیمت و تورم بی‌رویه رو یک جوری بتونن کنترل کنن با ورود این خودروها. متاسفانه به عناوین مختلفی که در ویدئو بعدی به اون به طور مفصل خواهیم پرداخت این مسئله مسکوت مونده و جلوگیری شده از ورود انواع خودروهای کارکرده و با کیفیت خارجی که دست دوم هستن به داخل بازار داخلی خودروی کشور. به نظر من ورود خودروهای خیلی زیادی در این عرصه میتونه نبض بازار رو و جریان بازار رو به حالت یک نواختری و یکسانتری در بیاره و از تورم بی‌رویه انواع خودروهای تولید داخل که بی‌کیفیت هم هستن جلوگیری بشه. در این باره بحث مفصله، ولی همینقدر خدمتتون عرض کنم که در سال 1401 لایحه ورود خودروهای خارجی کارکرده به داخل کشور توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به مدت 5 سال جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد که در ویدئوی بعدی عرض کردم به طور مفصل به بحث چرایی و علت عدم حضور خودروهای کارکرده خارجی یا دست دوم با کیفیت با دست دوم که بسیار با کیفیت هم هستند به داخل کشور علیرغم ابلاغ لایحه مجلس به دولت خواهیم پرداخت. مسئله مهم و حیاتی که در اکثر کشورهایی که به لحاظ اقتصادی و صنعت خودرو مثل کانادا، امارات، عربستان، قطر، نمیدونم کویت، سوئیس، سوئد و خیلی از کشورهای دیگه حتی خود آمریکا این مسئله در حال اجرا هست. هیچ اشکال و ایرادی هم درش دیده نمیشه و منفعتش هم مستقیما برای شما و من شهروند ایرانی هست که بتونیم با بهایی بسیار مناسب به جای استفاده از خودروهای بسیار بی‌کیفیت و گران قیمت داخلی و که با بهای سنگینی دارن عرضه میشن، هر روز هم رو قیمتاشون هر روز و هر لحظه افزوده میشه، از یک خودروی خارجی اروپایی، آمریکایی مثل فورد، تویوتا، مازدا استفاده کنیم با بهای بسیار مناسب تر و حتی شرایط فروش اقساطی و خیلی از مسائلی که ما میتونیم یه خودروی با کیفیت سوار بشیم با قیمتی بسیار مناسب که حتی در ظرف ادراک رویاهامون هم جا نمیگیره فورد رو سوار بشیم با اون امکانات و تکنولوژی بسیار پیشرفته، به جای اینکه با قیمتی بسیار زیاد مثلا ساینا بخریم یا مثلا خودروهای دیگه ای رو بخوایم استفاده کنیم. انشالله که این مسئله برطرف شه به زودی. پس حتما در ویدئوی بعدی با ما همراه باشید به طور کامل به بررسی دلایل و لزوم اجرای ورود خودروهای اروپایی کارکرده به داخل و اینکه چرا تا به امروز این طرح و لایحه مجلس به اجرا در نیومده خواهیم پرداخت. دوستان عزیزم، باز هم به پایان یک ویدئوی کاربردی دیگه رسیدیم در بحث خرید ارزان‌ترین خودروهای 0 کیلومتر و کارکرده تولید داخل. امیدوارم که سعی و تلاش این حقیر مطلوب نظر شما بزرگواران واقع شده باشه. پس تا یک ویدئوی مهم و کاربردی دیگه، روز و روزگارتان پر از خیر و برکت و سلامتی و رزق حلال. یا حق علی یارتان.